من خودم آدم سمی هستم، حالیم نیست وارد یک رابطه سمی میشم. تاکسیک ترین رابطه ای که تا به حالا قرآن شنیدی. اگه بدونم تاکسی چیه. سمی ترین رابطه ای که تا حالا شنیدی. سمی ترین رابطه اینه که من خودم آدم سمی هستم، حالیم نیست وارد یک رابطه سمی میشم. پر از زخمم، پر از آسیبم، پر از وابستگی های مختلفم، پر از فقدان عزت نفسم، پر از اعتیادهای مختلفم. آب گدالی همو پیدا میکنه. یه نفر این خودم به احتمال زیاد جذبم میشه و میرم باهاش توی رابطه. ما خیلی دنبال اینیم که آدم سمی رو حذف کن. آقا خودتو اصلاح بکن، آگاه شو. آدمای سمی خودشون حذف میشن. انسان بیدار بشه، هوشیار بشه، آگاه بشه، خودشو ترمیم و اصلاح بکنه، فرکانس و مدارش عوض میشه. شبکه ارتباطیش عوض میشه، کتابایی که مطالعه میکنه عوض میشه، موسیقیاش عوض میشه، فیلمایی که میده عوض میشه. خدا شاهده من اینایی که دارم بهتون میگم تجربه کردم نسبت به 25 سال قبلم. تاکسیک ترین رابطه ای که تا به حالا قرآن شنیدی. اگه بدونم تاکسی چیه. سمی ترین رابطه ای که تا حالا شنیدی از به اطرافیان. من گفتن موهاتو باسکات بزن، گفتم باسکات نه من بلد نیستم این چیزا.